سلام بچه ها، اسم من تاکس دایم و خوش اومد به لایف هک جدید ماینکرافتی. خب 2 بلاک زمین رو بکنید و سلسند رو بذارید. خب روشون آب بزنید. آبو که زدید گلس چند تا گلس بذارید. خب حالا آرمور استنداتون هم بذارید روی این شیشه. حواستون هم باشه که کجون اینجوری نشه. بعد اگه چیزی کنده بشه یه دونه میزنیم روشون کنده میشن. خب بذاریم من هوا رو روز کنم. حالا همه آرمور استندا رو با کله ویدر و کله هد ویدر و هد اندر دراگون میتونید بذارید. هد باقی ما میتونید ولی سخت گیر میانه داخل کریتیو. خب بعد گلس ها رو بکنید و ای خراب شد دوستان. حواستون هم باشه اینجوری نشه. خب آقا یه گلس دیگه، یه آرمور استند دیگه. آقا کج نشد دیگه بابا. آرمور استند رو صاف بذارید، کله ویدرم روش بکنید و یه همچین چیزی تحویل بگیرید. این لایف هک برای هم ماینکرافت بدراک هم جاوا کار میکنه. اگه از این ویدیو لایف هکی دوست دارید حتما داخل کامنت ها بگید. ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید.